یک سلام دیگر و سپاس برای اینکه باز هم در برنامه انجمن هنر تجسمی قزوین هستید. امروز برنامه‌ای است که از سلسله برنامه قبلی متفاوت. ما اونایی که حالا دنبال کردن چهره‌های آشنایی رو می‌بینم. هنر پس از جنگ رو اومدیم تا پست مدرنیسم برای جایی صحبت کردیم و تقریبا میشه گفت یک جایی بستیمش. ما مدت‌ها بود که دوست داشتیم آقای مدرسی رو داشته باشیم در مورد کمال‌الدین بهزاد یک نشست داشته باشیم راجع بهش صحبت کنیم، چون ایشون راجع بهش خیلی کار کردن و بنابراین ما امروز آقای مدرسی داریم که فوق لیسانس ارجش اشتباه کردم با چیسوس بریم فوق لیسانس و کارشناسی ارشد نقاشی دارن. کارشناسیش هم نقاشی بود، کارشناسی نقاشی هم دارن و دبیر مجله‌ای بودن که توی فرهنگستان هنر در میاد. نمیدونم هنوز ادامه داره؟ تموم شد دیگه اون که آره احتمالاً وقتی که اون موسوی انجا رفتن این مجله هم جمع میشه، شکلش عوض میشه دیگه. در صورت آقای مدرسی کارهای زیادی کردن. آقای چیسوس بیشتر نزدیکم بهشون میام بالا براتون میگم. من بیشتر از این نمیخوام کشش بدم، این اولشه، باید بیایم مثلا سلام بدیم، خوش آمدگویی کنیم. بنابراین تشویق کنید آقای جواد مدرسی رو و آقای مهدی چیسوس. اینا برای اینکه جذاب‌تر شه معمولاً عقب میشینن که تا بیان یه ذره طول بکشه، بیشتر دست بزنه براشون. آقای چیسوس رو هم که بکنم بخونم معرفی نیستن دیگه. ایشون هم کارشناسی ارشد پژوهش هنر و کارشناس نقاشی. من این بالا رو در اختیار اساتید قرار میدم. برای من دست بزنید. خیال و علامه که مقالاتشون احتمالاً تو تنبیه زیاد می‌بینیم. در خدمت آقای مدرسی هستیم برای بررسی 3 اثر از آثار کمال‌الدین بهزاد و همراهی می‌کنیم. آقای مدرسی بفرمایید. به نام خدا سلام عرض می‌کنم به تمام حضار. اول من تبریک میگم به همه دستاندرکاران و شرکت کنندگان توی این مراسم و از این قبیل مراسم، چون واقعا من کمتر جایی دیدم تو شهرستانه که اینقدر فعال باشن تو زمینه تخصصی نقاشی، اونم مثلا همچین مباحث خیلی تخصصی. امروز حقیقتش میخوایم درباره کمال‌الدین بهزاد صحبت کنیم. من 3 تا اثرش رو انتخاب کردم، 3 تا اثری که معروفترن از بقیه کارا و حالا یه مقدمی میگیم و خیلی سریع میگیم سر بیشتر تحلیل آثار هست، تحلیل به لحاظ فرمی و محتوایی که در این کار آشنا بشین. آقای چیسوس هم منو انشاءالله همراهی میکنه. اولا یه مسئله‌ای که هستش این که درباره کمال‌الدین بهزاد که عنوانش اینجا نوشته شده، من این توضیح بدم که من الان قراره درباره کمال‌الدین بهزاد یک کنفرانسی بدم اینجا کمال‌الدین بهزاد کی هست اصلا؟ خب معمولا رسمه که ما میایم اینجا شروع میکنیم از زندگی نامه کمال‌الدین بهزاد گفتن، از اینکه کی به دنیا اومده، چی کارایی کرده و تقریبا یه شیوه اروپایی رو پیش گرفتن، چون اروپایی‌ها خیلی ید طولایی دارن تو این زمینه‌ها. انواع اقسام کتابای زندگی نامه‌ای نوشتن، از زندگی نامه‌های خیلی رمانتیک و عوامانه تا زندگی نامه‌های تخصصی‌تر. ولی خب راجع به هنرمندای به طور کلی هنرمندای ایرانی این مقوله کلا کار نشده. یعنی مبحث زندگی نامه نویسی اصلا همچین چیزی رسم نبوده که کسی بخواد زندگی نامه خودش رو بنویسه یا مثل داوینچی از خودش یادداشت‌های تخصصی به جا بذاره. و تاریخ نویسای ما هم از طرف مقابل هیچ حالا نمیشه گفت توجه، شاید اصلا رسم اینجوری بوده، شاید افتادگی و اینا که زیاد نپرداختن، بیشتر به همون حاکمان و جنگ‌ها و سلاطین و اتفاقات سیاسی و اجتماعی اینا میپرداختن تا اتفاقات هنری. و حالا اینو میخوام بگم که توی بحثی که امشب ما داریم
به نظر من، نظر شخصی خود من اینه که اصلا مهمم نیست که کمال‌الدین بهزاد اصلا کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته، یعنی اونقدرها مهم نیست. چون به نظر من مثلا یه مثال میزنم، میگم مثلا حالا کمال‌الدین بهزاد ممکنه کمتر بشناسیم متاسفانه از مثلا میکلانج. من میگم میکلانج کی هست؟ خب یه سوال دیگه. یه میکلانج از یه شخصیتیه که توی یک تاریخی تو رنسانس به دنیا اومده، بزرگ شده، یه شخصیتی شده برای خودش و آثاری هم تولید کرده. از طرف مقابل ما آثاری هم داریم که به اسم میکلانجه. آیا این سوال فقط مطرح میکنم که یه خورده قضیه رو به چالش بکشونم که شروع کنم به بررسی اثرش. آیا ما الان اگر میکلانج رو مثلا بریم کتاب چیه؟ شور و سرمستیه؟ شور و سرمستی رو مثلا بخونیم میکلانج رو بیشتر شناختیم، یا کتابای دیگه که درباره زندگی نامه میکلانجه، یا اینکه بریم موسی رو از نزدیک ببینیم. متاسفانه کاری که میکنه زندگی نامه ها اینه که حالا اسم خیانت نمیتونم بگم، یه چیزی بی‌توجهی میشه این وسط نسبت به اثر. یعنی وقتی که ما به هنرمند بیش از حد میپردازیم که اینم دیگه توی مباحث تحلیلی یعنی الان مباحث تحلیلی روز دیگه این کمرنگ شده. نقش مؤلف و نقش هنرمند خیلی کمرنگ شده. اینکه هنرمند کی به دنیا اومده، کی بوده، چی بوده و چیزایی که تو از دوره رمانتیکا شروع شد، مسائل خصوصی هنرمندا رو میکردن، پررنگ میکردن. این مثلا مثل ونگوگ هممون میدونیم که حالا شاید خیلی از توجهی که الان به کارهای یکی مثل ونگوگ میشه اینی که همون زندگی نامه‌هایی که ازش مونده که این چه اتفاقات عشقی براش افتاد، چقدر آدم احساسی بود، چقدر فلان بود. اینقدر اینا رو ما میشنویم که دیگه اصلا با یه چشم دیگه‌ای به اثرمون نگاه می‌کنیم. یعنی واقعا دیگه اصلا اون حرمت اون اثر رو نگه نمی‌داریم به تعبیری. یعنی به جای اینکه خب بالاخره ما نقاشیم، با نقاشی طرف من میگم الان کمال‌الدین بهزاد قرن مثلا دهم رفت تموم شد، ولی خب آثارش که هست، آثارش تو این دنیا هست. ما میتونیم بریم موزه ها، هنوز گریختن یوسف از دست زلیخا هنوز هست، همون جوری که بهزاد کار کرده یعنی همون اثر هست. یعنی پس این از این جهت که میخوام بگم که اگر کسی با این نیت امشب اومده اینجا که مثلا از خود کمال‌الدین بهزاد زیاد بشنوه، به نظر من با دست پر از اینجا نخواهد رفت. چون من فقط به 3 تا از کارهای اون میپردازم. این 3 تا کارم یه بیشتر همون مرکز پایان‌نامه‌ام بود که یک چند تا کار، این 3 تا کار از توش انتخاب کردم و آخرش من تازه به این نتیجه رسیدم که حتی اگر یک کارش انتخاب می‌کردم بازم جا داشت. یعنی اصلا این عظمت یک اثر هنری، هر اثر هنری، چه اصلا فرقی نمی‌کنه تو چه سبکی باشه. اثر بزرگ هنری اثریه که در خودش رو به روی ما باز گذاشته و ما میتونیم از مناظر گوناگون به اون نگاه کنیم و تعبیرهای مختلف و خاص خودمون داشته باشیم و اصلا هم مشمول زمان نمیشه. یعنی یه امر زمانمندی نیست اثر هنری که بگیم حالا مثلا قدیمی شده، کهنه شده، از مد افتاده و اینا. حالا ممکنه راجع به آثار خیلی مثلا قرن 20 و این اواخر همچین چیزایی بشه گفت، ولی در مورد آثاری که ما به اسم آثار بزرگ هنری در تاریخ ثبت شده و در مورد اون صحبت میکنیم نمیشه اونا رو مشمول امر زمان بدونیم. یعنی در هر زمانی، در هر دوره‌ای، با هر نگاهی میشه بهش نگاه کرد و چیزهای تازه آن بشه. آقای مدرسی، البته تو بخش زندگی پرداختن به زندگی هیچ که راجع مثلا بنده توی کلاس مسازداری کاملا درسته، ولی توی بحث زندگی یه بخشی مثلا فکر نمی‌کنید که این بخشایی که به روشن شدن بخشی از زوایای کاری که اثر کمک می‌کنه، مثلا اینکه فرض کنید تو همین فرار یوسف فضلی خب مثلا ممکنه اگر بعد از اینکه بهزاد با صوفیان مثلا نقشبندی ارتباط داشته یا نداشته میتونه مثلا به اثر کمک کنه یا نه. این بخش از زندگی نه بیشتر من اون بخش عوامانی قضیه رو منظورم. اون بخشی که خیلی بخشی که حالا مسائل غیر از بقول حالا مثلا سینمایی رو میگه مثلا بخش گیشه قضیه اون آره که بیشتر مثلا
فرض کن مثلا راجب یکی مثل جکسون پولاک حرفای زیادی زده شده، فیلم‌های افسانه پرده فیلم‌های هالیوودی شما داریم می‌بینیم دیگه که زیاد ربطی به واقعیت قضیه نداره. یا آدمای مالی خولیه‌ای نشون میدن که اصلا زندگی درست حسابی نداشتن، انحرافات مختلفی داشتن. اینا بیشتر به خاطر پررنگ کردن یه مسئله حاشیه‌ایه که اصلا به نظر من اثر اون وسط تلف میشه، یعنی دیگه اصلا اثر دیده نمیشه. ما مثلا فیلم مثلا همین مثلا جکسون پولاک رو می‌بینیم در حالی که هیچ اشاره‌ای به هیچ اثری ازش نمیشه که چجوری فراینده. اینا رو که دیگه به نظر من همه میدونن. حالا من شروع میکنم. 3 تا اثر من انتخاب کردم برای امشب. یکی فرار یوسف از دست زلیخا که فکر میکنم حاضرین لااقل با صورت این آثار آشنا باشن، یعنی دیگه معروف‌ترین آثار به اصطلاح. یکی فرار یوسف علیه السلام از دست زلیخا است، یکی هارون الرشید در حمام و یکی هم ساختن کاخ خبرنگ. ساختن کاخ خبرنگ فکر می‌کنم از همش معروف‌تر است. ساختن کاخ خبرنگ و هارون الرشید در حمام 100% کار خود بهزاده به نقل از منابع مختلف، ولی گریختن یوسف از دست زلیخا منسوبه بهش و به احتمال زیاد کار خود بهزاده. من شروع میکنم. رو تصویر به نظرم بهتر میشه توضیح داد. این اثر گریختن یوسف از دست زلیخا است. حالا نمیدونم قبلا دیده بودم که مال چیزی از بوستان سعدی، حکایت 16 چیزه، حکایت یوسف و زلیخا است که کمال الدین بهزاد این اثر رو برای کتاب بوستان سعدی تصویر کرده. توجه داشته باشین که این اثر تابلو نقاشی نیست، این اثر یک اثر مصورسازی شده است برای کتاب بوستان سعدی. چون در زمان تیموری یا صفوی و اینا همونجوری که همه میدونن پادشاه سفارش میداده به کتابخانه سلطنتی که رئیسش هم حالا کمال الدین بهزاد بود یه دوری و میگفته که آقا من میخوام بوستان سعدی رو برای من تصویر کنید. اینا به انتخاب خودشون قسمت‌هایی از متن بوستان سعدی رو که جنبه تصویر مصور شدنش بیشتر بوده به لحاظ تصویرگری، اینا رو انتخاب می‌کردن، می‌نشستن و تصویرگری می‌کردن. شاهنامه‌های مختلفی هست، شاهنامه‌های شاه طهماسب هست، پایسونقلی هست، شاهنامه‌های مختلف هست. کتابایی که بیشتر از همه تصویر مصور سازی شده، حالا نگم تصویر سازی چون ممکنه با این تصویر سازی که امروز رشته‌اش اومده اشتباه باشه. کتابی که بیشتر مصور سازی می‌شده یکی شاهنامه بوده که از همه بیشتر مصور سازی شده. بوستان سعدی هست، خمسه نظامی هست. ولی خب نسبت به بعضی متون هم مثلا مثنوی مولوی کمتر توجه شده. حالا نمیدونم دلیلش چیه، یا به این 3 تا اثر بیشتر از بقیه توجه شده. و حالا یه نکته‌ای هم من بگم، اینکه این تصویری که الان اینجا به صورت مستقل داریم می‌بینیم، این تصویر وسط کتاب بوستان سعدی که یه خطاطی هم اون از اول شروع می‌کرده به نوشتن، این درست همون قسمت حکایت 16 هم این تصویر رو می‌اومدن می‌کشیدن. یعنی در واقع نقاش با کشیدن این تصویر کار صفحه آرا رو به تعبیر امروزی هم انجام میده. صفحه آرا امروز چیکار میکنه تو کار گرافیک؟ یه نفر میره صفحه آرایی میکنه توی شرکتی، میخواد یه کتابی بنده، یه مجله بنده، معمولا تصاویر رو میاد وسط متن جاسازی میکنه، بهترین جا رو انتخاب میکنه براش و از این قسمتی که اون بالا مثلا یه چند تا بیت اون بالا اومده، چند تا بیت هم این پایین اومده، این بیت‌ها دقیقاً مربوط به همون متنیه که مصورسازی کرده بهزاد اونا. به همین خاطر نخواسته پس این اثر نقاشیشو به صورت کاملا مستقل از اون متن قرار بده. یعنی ما شعر رو میخونیم، یهو میبینیم یه بخشی از شعر میره تو کادر نقاشی، میشه جزئی از نقاشی و ادامهش میاد پایین و این همینجور ادامه پیدا میکنه. حالا در مورد فرار یوسف علیه السلام از دست زلیخا
من این تحلیلی که دارم میکنم و به لحاظ محتوایی و فرمی، یعنی فرمی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم، محتوایی هم اون چیزی که حالا دربارش کشیده شده. یعنی ما همون چیزی که آقای چیپساز گفتن، برای اینکه بپردازیم، البته اون جوابی هم که گفتیم مثلا ارتباطش با صوفی و اینا، ما باز هم از اثر شروع میکنیم. آقای چیپساز پرسیدن که ما برای زندگی نامش ممکنه یه جایی احتیاج داشته باشیم به اینکه بدونیم آیا مثلا کمال الدین بهزاد، آره ما میدونیم امروز که کمال الدین بهزاد با سلسله نقشبندیه تو قرن نهم و اوایل قرن دهم ارتباط داشته، با عبدالرحمن جامی شاعر و عارف بزرگ قرن نهم دوست رفیق بوده، با علیشیر نوایی باز عارف و معمار و شاعر معروف رفیق بوده، با مثلا سلطان علی مشهدی خطاط، اینا همه توی یه مجموعه کار میکردن، با قوام الدین شیرازی، اینا همه توی مجموعه کار میکردن. یعنی یه همچین مجموعه پربار که همه عموما از بزرگان و عرفا و شعرا و اینا بودن، همه توی مجموعه کار میکردن. حالا ما با اینا کاری نداریم که حالا بگیم چون توی این مجموعه مثلا آقای بهزاد کار میکرده آدم بزرگی بوده، نه، ما به اثرش نگاه میکنیم، یه جایی میبینیم بهزاد چرا اومده تو بوستان سعدی دست گذاشته رو داستان یوسف زلیخا، چرا دست گذاشته روی این، میریم میگردیم ببینیم که ارتباط بهزاد اصلا با یوسف و زلیخا، متن یوسف و زلیخا چیه، از کجا اومده این متن، ریشه این متن چیه. چون بالاخره ما هم به ما هم که بخوان یه سفارشی بدن بگن آقا مثلا کتاب این شاهنامه فردوسی خدمت شما یه دونه اصلا یه قسمتش رو میخوایم برای ما تصویر سازی کنیم یا مصور سازی، خب ما بریم اون قسمتی که دوست داریم یا آشنایی بیشتری باهاش داریم، شناخت بیشتری باهاش داریم یا تعلق خاطر بیشتری با اون قسمت داریم، اون قسمت رو میگیریم تصویر سازی میکنیم. بهزاد هم همین قضیه هست، یعنی این اختیار داشته که تو بوستان سعدی بگرده و اون قسمتی رو که بیشتر تعلق خاطر بهش داشته اون قسمت رو تصویر سازی کنه. پس الان ما باید بدونیم که چرا بهزاد اصلا یوسف و زلیخا برای بهزاد چه اهمیتی داره، چرا این همه حکایت‌های مختلف توی بوستان سعدی هست اونا رو تصویر سازی نکرده. درباره یوسف و زلیخا حالا از متون تفسیر قرآن و این و اونور میگویند زلیخا چنان از عشق یوسف گداخت که اثر آن تمام در تنش پدید آمد و دایه زلیخا چون دید روی زلیخا زرد شده است به دو تهمت عاشقی برد و وقتی دانست دل زلیخا در جمال غلام عبری آویخته است که 7 سال باز که پیش زلیخاست هنوز او را ندیده است، گفت دایش به زلیخا، گفت حیلتی بسازم که وی لابد به تو نگرد و آن خانه صورتنمای حیلت و خلابت را از سنگ رخام و مرمر و بلور و آبگینه چینی بساخت که صورت زلیخا با یوسف را بر دیوارها و سقفش بر هم یا به هم در بستر خفته نگاشته بودند، آنچنان که اگر یوسف در آن نقش ها نگرد زلیخا را با خیشتن بیند و همه دلش در وی آویزد. گویند که آن خلوتخانه یا بتخانه 3 قبه بود به 12 رکن در هم پیوسته و درهاشان در یکدیگر گشاده، هر یک 20 گز در 20 گز و 40 گز بالای آن و به قول دیگر 7 در داشت و چون یوسف را به درون برد در بست و 7 بند بر در افکند. حالا نکته جالبی که تو کار بهزاد کلاً تو کارهای مشهورترش دیده میشه اینه که بهزاد یه آدم مثلا سلطان محمد نیست. سلطان محمد بعد از بهزاد مثل سلطان محمد آدم متافیزیکی نیست، آدمی نیست. مثلا سلطان محمد معروفترین اثرش رو همه دیگه میشناسن، معراج حضرت محمد. اصلا بهزاد سراغ اینجور مقولات نمیره، یعنی حتی خمسه نظامی هم که کار میکنه میتونه بره قسمت معراجش رو کار کنه، ولی این کارو نمیکنه. مخصوصا میره سراغ قسمت هایی که معماری داشته باشه. یعنی معماری تو کار بهزاد نقش خیلی پررنگ و عمده‌ای داره. اینم به خاطر چی؟ به خاطر هندسه‌ایه که توی به واسطه معماری که تو کارش میاره میتونه با هندسه این معماری بازی کنه. یعنی اگه بهزاد بیاد مثل سلطان محمد مثلا یه آسمون پر ابر بکشه، اون دیگه یکی که رابطه خودش رو با ابژه یا اون چیز دیدنی، حالا ما بگیم واقعیت، دنیای واقعی، بهزاد نمیتونه ارتباط خودش رو با دنیای واقعی قطع کنه. یعنی باید به یه چیزی متصل باشه، از یه چیزی شروع کنه. شاید به خاطر همین هم باشه که
پژوهشگرای زیادی، حالا چه داخلی چه خارجی، بیشتر داخلی‌ها، مثلا از تعابیر مثل رئالیسم مثلا در آثار کمال‌الدین بهزاد استفاده می‌کنه که کاملا اشتباهه، یا مثلا واقع گرایی که همون منظورشون واقع گرایی از نوع غربیه. نه، بهزاد تعلق خاطر داره به جهان واقع، ولی تعلق خاطرش از جنس رئالیستا نیست که یعنی بگه خب من همین معماری رو میکشم، یعنی همچین معماری شما هیچ جا تو جهان واقع نمیبینید، یا همچین جایی که مثلا تمام بهزاد، حالا میرسیم به اونجا که هر هفت بطنشو داره نشون میده، یعنی تو عالم واقع اصلا امکان پذیر نیست. اینجا حالا یه نکته من تو پرانتز بگم که این به نظر من یک اشتباهیه یا یه سهل‌انگاری یک پژوهشگرای معاصر میکنن، اونم این که میخوان به هر زوری شده بهزاد از زمان و مکان خودش، یعنی قرن نهم دهم بردارن بیارن تو دوره امروزی تفسیرش کنن، یعنی بگن یا رئالیسته یا فلانه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. در حالی که مثلا بهزاد میدونیم تو سلسله نقشبندی بوده، سلسله نقشبندی هم یک سلسله عرفانیه، یه سری درویش بودن با افکار و عقاید خاص خودشون و اصلا اینا اعتقاد داشتن که باید تا جایی که ممکن هست باید با زبان مردم کوچه و بازار حرف بزنیم، یعنی چه شعراشون، یعنی ما الان خود متن مثلا جامی هم که رفیق بهزاد هست رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی ساده و مردمی حرف زده، نمیخوام بگم عوامانه، ولی مردمی حرف زده، برای همه قابل فهمه، مثل سعدی، مثل حالا حافظ خودش چیز داره، مثل بقیه شاعرانی. اینا به خاطر اون جنبه عرفانی قضیهشونه که نمیخواستن ارتباط خودشون با اجتماع از دست بدن، یعنی میخواستن همون قضیه که مثلا در خلق با حق بودن، یعنی بین خلق باش و با حق باش، یه همچین چیزایی داشتن. حالا اینو یه اشاره کردیم و چرا یوسف و زلیخا انتخاب میکنه تو این صحنه؟ به خاطر اینکه یوسف و زلیخا توی کاخی هستند که اون کاخیه به اندازه خود یوسف و زلیخا اهمیت داره. یا حتی توی اون یکی ساختن کاخ خورنخ چرا میره اون داستان انتخاب میکنه؟ چون یه کاخیه، باز یه بناییه که به اندازه خود اون آدما، خود اون معمار اهمیت داره. درست. آره. من فکر میکنم به خاطر اینکه تو دوره تیموری و دوره بهزاد میدونیم که تو دوره تیموری افول ادبیات هست، یعنی آغاز افول ادبیات دیگه. ما شاعران بزرگمون تمام میشه، آخرین شاعر بزرگ میگن همین عبدالرحمن جامیه که اونم نمیتونیم قابل قیاس با یکی مثل سعدی نیست اصلا. خب و آغاز شکوفایی هنرهای تجسمی و معماری، مخصوصا معماری، یعنی ما با شکوفترین همین الانش هم یکی از باشکوه‌ترین دوره‌های معماری اسلامی دوره تیموریه، دوره کمال‌الدین بهزاده. این حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. حالا من نمیتونم بگم که چرا مثلا ادبیات افول میکنه تو دوره تیموری و هنرهای تجسمی و معماری شکوفا میشه. حالا توی ساختن کاخ خرم من یه اشاره کوچیکی به این کردم. شاید ارتباط نزدیکی که ادبیات با معناگرایی داره، یعنی دیگه من فکر میکنم معناهای بزرگ رو تو قرن 7 و 8 استفاده کردن و حالا این معنای اومده خودش رو در بستر تجسمی معماری داره خودشون نشون میده. شاید این باشه، نمیدونم دقیقاً. و تعلق خاطر
نه اگه به نمونه هاش نگاه کنیم، یعنی ما الان دقیقا نمیشه گفت، ولی خب مثلا نمونه هاشو که نگاه کنیم، مصداقاشو که نگاه کنیم تو جامعه، مثلا من همین الان معماری دوره تیموری هم هست دیگه. خب این دیگه یه بحث تخصصی معماری میشه، ولی من فکر میکنم به خاطر اینکه چون من یه نگاهی که میکردم تو متون نقشبندیه میدیدم که اصطلاحات معماری تو گفته های اینا خیلی زیاده. آره مثلا ما نگاه کن توی مثلا متون عرفانی ما مثلا مقام میگن، مثلا مقامات مختلف عرفانی. مقام مثلا یک واژه معماریه. منزل مثلا کتاب محی الدین عربی فتوحات الحکم که اصلا یک کتاب تقریبا مقدسی بوده برای سلسله نقشبندی، خیلی بهش اصلا به ابن عربی مثلا دیگه پایه‌گذار عرفان نظریه دیگه ابن عربی. خیلی ارادت خاصی داشتم به آثارش و اصلا وقتی ما نگاه کنیم فتوحات ابن عربی رو نگاه کنیم، اصلا فصل بندی مطالب فتوحات با منزل 1، منزل 2، منزل 3، اصلا یا آستانه، جناح، اینا همه اصطلاحات معماریه. اینا اومده توی ادبیات عرفانی ما نقش بازی میکنه. پس میبینیم که شاید از این راه، یعنی این دیگه خیلی تخصصی میشه، آدم بخواد ریشه های اینو نه درست. آره داستان یوسف و زلیخا رو از نظر روایتگری میشه به 3 نوع روایت تقسیم بندی کرد. حالا من از خود موضوع کار شروع میکنم تا به خود کار برسم. یکی روایت قرآنه که خب هممون باهاش آشناییم، سوره یوسف، همون احسن القصص میگن. دوم روایت توراته و روایت های مردمی. روایت های مردمی هم اینجا همون روایت هاییه که تحت تاثیر همین روایت های کتاب مقدس شده و حالا با تغییراتی. مثلا فرض کنید مثلا تو روایت های مردمی اومدن فرجام گذاشتن برای یوسف و زلیخا آخرش معلوم نیست به هم میرسن نمیرسن. یکی اومده اینا رو مثلا به هم رسونده، ازدواج کردن، یکی اومده مثلا اون یکی رو مثلا روایت کرده. حالا اگه ما بریم متن بوستان سعدی رو، ببخشید اینجوری من یه خورده تخصصی دارم صحبت میکنم، مثلا خیلی ممکنه خشک به نظر برسید، ولی دیگه لاجرم اینجوری میشه چون بحث تحلیلیه دیگه. اگه ما بریم روایت بوستان سعدی که بهزاد اومده اونو تصویرسازی کرده شده این، اگه بریم اونو نگاه کنیم میبینیم که اثر چندانی از معماری توش پیدا نمیشه. یعنی اصلا به لحاظ تصویرگری اونقدم چیز نیست، اونقدم پتانسیل تصویر مصور شدن رو نداره. آره دقیقاً آره. ولی خب اگه از طرف مقابل بریم چیز نگاه کنیم، روایت عبدالرحمن جامی رو تو 7 اورنگ نگاه کنیم. حالا چرا اینقدر میگیم 7 اورنگ؟ ممکنه اصلا بهزاد اصلا به 7 اورنگ مثلا هیچ اصلا نگاه هم نکرده باشه. اگه خوب دقت کنیم توی همین کار آره دیده میشه. این قسمت یه بیت اینجا نوشته شده، یه بیت اینجا نوشته شده و 4 تا یه بیت و 2 3 4 5 تا بیت هم پایین کارت نوشته شده، یه بیت هم این وسط نوشته شده. تمامی این ابیات که خوشنویسی شده با خط نستعلیق اینا جزء حکایت یوسف و زلیخای خود بوستان سعدیه. ولی این قسمت تو کتیبه این معماری یه چیزی نوشته شده، حالا اینجا تصویر خوب دیده نمیشه، من میخونم: صفای صفهایش صبح اقبال، فضای خانه‌هایش گنج آمال. حالا ما اگه بریم بگردیم که اینو از کجا آورده بهزاد این تیکه کتیبه رو، وقتی میریم 7 اورنگ جامی رو نگاه میکنیم اینو از تو 7 اورنگ جامی اینو آورده. پس دیگه با قطع یقین میتونیم بگیم که
بهزاد متن جامی رو خونده و تحت تاثیرش بوده و اصلا چه بسا که بیشتر از خود بوستان تحت تاثیر اون بوده، یعنی تحت تاثیر اون فضا قرار گرفته، منتها اومده برای این کتاب که سفارش داده شده بهش تصویر رو اینجا کشیده. حالا این که آقای چیتساز گفتن که عبدالرحمن جامی به معماری بی زیاد پرداخته، آره دقیقاً همین جوریه. من یه قسمتی از همین از شعر عبدالرحمن جامی که بهزاد یه بیتشو اون بالا تو کتیبه استفاده کرده رو میخونم، خودتون قضاوت کنید که چقدر عبدالرحمن جامی معماری کرده تو شعرش. عبدالرحمن جامی میگه چون این گویند معماران این کاخ که چون شد بر عمارت دایه گستاخ، به دست آورد استادی هنرکیش به هر انگشت دستش 100 هنر بیش. به رسم هندسی کارآزمایی قوانین رصد را رهنمایی. ز تشکیلش مجستی سخت آسان، مجستی فکر کنم اسم یک آره ز تشکیک وی اقلیدوس هراسان. چو از پرگار بودی خالیش مشت، داره طرز ساخته شدن کاخ زلیخا رو میگه عبدالرحمن جامی. چو از پرگار بودی خالیش مشت، نمودی کار پرگار از 2 انگشت. چو بحر خط ز طبعش سرزدی خواست، بر او آن کار بی مستر شدی راست. بجستی بر شدی بر طاق اطلس، بر ایوان زحل بستی مقرنس. چو سوی تیشه کردی دستش آهنگ، ز خشت خام گشتی نرمتر سنگ. به طراحی چو فکر آغاز کردی، هزاران طرح زیبا ساز کردی. عمارات جهان بی سر و بی بن، نمودی جمله در یک روی ناخن. به نقش آفرینش چون زدی رای، شدی از خامه لوح هستیارای. به تصویر آنچه بر کلکش گذشتی، ز رشح آن روانی زنده گشتی. به سنگ ار صورت مرغی کشیدی، روی سنگ یه صورت مرغی کشیدی، سبک سنگ گران از جا پریدی. به حکم دایه زرین دست استاد، زرندوده سرایی کرد بنیاد. صفای صفه هایش صبح اقبال، فضای خانه هایش گنج آمال. ز عهد فرش مرمر در مهرهاش، موصل داموس و آج درهاش و ادامش که خیلی طولانی. حالا بهزاد اومده این قسمت رو پس وام گرفته از عبدالرحمن جامی. ولی حالا یه نکته‌ای، اگه بهزاد میخواست کاملا تحت تاثیر عبدالرحمن جامی باشه، یعنی اون شخصیت نقاش خودشو، چون ما خیلی اینجوریم دیگه، مثلا یه فیلم میبینیم سریع تحت تاثیرش قرار میگیریم، میریم یه تابلو میکشیم دقیقاً میشه همون فیلمه، یا مثلا یه کتاب میخونیم دقیقاً تصویر همون رو میگیریم بدون اینکه بگیریم اقتباس کنیم، بگیریم مال خود کنیم. حالا اگه بهزاد میخواست همچنان تحت تاثیر عبدالرحمن جامی باشه، یعنی کار خودشو فرو بگذاره و یه مصورساز ساده باشه. من اینجا میگم مصورساز، اینم یه بحث خیلی ازلی ابدیه که فرق تصویرسازی با نقاشی چیه، همه اینو میپرسن. اگه از من باشه میگم مثلا ممکنه بپرسن که این کار بهزاد مگه در خدمت یک متن نیست، این مگه تصویرسازی نیست؟ من میگم نه، این نقاشیه. چرا؟ تصویرسازی حالا با اون چیزی که ما میبینیم، نقاشی اون چیزیه که به راحتی سر تمام شدنش نیست، یعنی ما هر چی نگاه کنیم یه چیزی ازش یاد میگیریم، لایه‌های مختلفی داره. ولی تصویرسازی اینجوری نیست. ما الان مثلا کتابایی که داریم نگاه میکنیم، کتابای تصویرسازی مثلا کتاب کودک نگاه میکنیم، دقیقاً یه متنیه، برای اون متن برداشتن یه تصویری کشیدن و یعنی در دسترس ترین تصویری ممکنه رو گرفتن کشیدن و خیلی هم ممکنه خوب باشه. ولی اینکه اینجا چرا اینو میگیم نقاشی؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم بهزاد توی این اثر به اندازه حتی خود سعدی داره هنرمندی میکنه، داره تألیفگری میکنه، یعنی خودش مؤلفه به تعبیری. ما نمیتونیم بگیم که این در خدمت متن سعدیه یا متن عبدالرحمن جامیه. حالا اگه بهزاد میخواست همچنان تحت تاثیر عبدالرحمن جامی باشه،
ادامه شعر عبدالرحمن جامی رو ببینیم به چه جاهایی کشیده میشه از لحاظ تصویری، نه از لحاظ ادبی. از لحاظ تصویری به جاهایی کشیده میشه که حتی میشه گفت مبتذله. به لحاظ تصویری که اگه ما بخوایم تصور کنیم، میگه در آن خانه مصور ساخت هر جا، این ادامه همون شعره. در آن خانه مصور ساخت هر جا مثال یوسف و نقش زلیخا. اینو تصور کنید که بهزاد میخواست همینو بکشه، دقیقاً همین چیزی که عبدالرحمن جامی گفت. مثال یوسف و نقش زلیخا به هم بنشسته چون معشوق و عاشق، ز مهر جان و دل با هم معانق. به یک جا این لب آن بوسه داده، به یک جا آن میان این گشاده. اگر نظارگی آنجا گذشتی، ز حیرت در دهانش آب گشتی. اگه این بیشتر آدمو میبره سمت این کارهای قاجار و اینا که بهزاد اگه میخواست اینو تصویرگری کنه، کارش چه کار حتی میشه گفت شاید توهین بود به شخصیت پیامبر. و میبینیم نه، همون قسمتی رو بهزاد رفته انتخاب کرده، یعنی از اون بیتی که اون بالا تو کتیبه نوشته ما میفهمیم که همون قسمتی رو رفته انتخاب کرده که به دردش میخورده، بقیه هم ول کرده به حال خودش. یه استفاده فقط کرده، این که یه فضای معماری رو بهش داده عبدالرحمن جامی، وگرنه بوستان سعدی این امکان رو بهش نداده، این فضا رو به کمال‌الدین بهزاد نداده. حالا توی این کار، حالا یه نکته‌ای هم که باید اینجا بگیم، این ممکن این مبحث خود جدید به نظر برسه. ما الان توی این کار با یک متن بوستان سعدی سر و کار داریم. یه متن نقاشی هست، چون امروزه به هر اثری میگن متن اصطلاحاً، یعنی ما میتونیم هر چیزی رو به خوانش در بیاریم دیگه. این هم یه زبانه دقیقاً، یعنی خود این نقاشی خودش یک متنه. متن بوستان سعدی رو هم داریم، متن عبدالرحمن جامی رو هم داریم. یعنی بهزاد اومده از تلفیق و از این فرایند تبدیل و تلفیق چند تا متن در هم یه متن رو داده که دیگه مال خودشه. دیگه ما نمیتونیم بگیم این چون یه قسمتی شعر بوستان اومده مال سعدیه یا یه قسمتش شعر عبدالرحمن جامی اومده مال اونه. نه، این دیگه کاملا مال خود چیزه، مال خود بهزاده و دیگه مصور ساز داستان سعدی هم نیست. یعنی داره داستان خودش رو روایت میکنه بهزاد. توی خوشنویسی ما یه اصطلاحی داریم به نام چلیپا. چلیپا معمولا به بیتی میگن که دو تا مصرعش به صورت مقرب زیر هم نوشته شده باشه، که این بالا ما میبینیم دیگه، به این میگن چلیپا نویسی، یا به این قسمت این یکی هم چلیپاست. 3 تا تقریبا چلیپا ما تو این شعر داریم. حالا از اونجایی که گفتیم بهزاد به هندسه و معماری اثر تعلق خاطر خاصی داره، بهزاد میاد با ترفندهای خیلی زیرکانه و خیلی هوشمندانه میاد حتی با متن سعدی هم بازی‌های معماری میکنه. یعنی متن سعدی رو میاد تو فضای معماریش جوری با این پله ها و این راهروها و این پیچ و خم این بنا جوری میچینه که اصلا آدم حیرت میکنه وقتی اگه به خوانش در بیاریمش. اینا این بالا اول این تصویر بندی رو بیارم. آره. این حکایت 15 این قسمتی که تو کادر توی این جدول مشخص شده این روایت میکنه. حکایت 15 میگه یکی متفق بود بر منکری، گذر کرد بر وی نیکو محضری. نشست از خجالت عرق کرده روی، که آوخ خجل گشتم از شیخ کوی. شنید این سخن پیر روشن روان، بر رو بر بشورید و گفت ای جوان، نباید همی شرمت از خیشتن، که حق حاضر و شرم داری ز من. نیاسایی از جانب هیچ کس، برو جانب حق نگه دار و بس. چنان شرم دار از خداوند خیش، که شرمت ز همسایگان است و خیش. یه روایت حکمیه که هیچ ربطی هم به یوسف و زلیخا نداره و از حکایت 16 شروع میشه. زلیخا چو گشت از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخته است. چنان دیو شهوت رضا داده بود، که چون گرگ در یوسف افتاده بود. حالا و تا این آخرش که حکایت یوسف و زلیخاست.
چرا بهزاد 2 بیت از متنی رو وارد تصویر یوسف و زلیخا میکنه که هیچ ربطی بهش نداره؟ حالا اینجا اگه ما به حکایت یوسف و زلیخا نگاه کنیم، این حکایت 16 هم شروع میشه با زلیخا، با کلمه زلیخا. زلیخا چون گشت از می عشق مست، البته اینجا اون چو گشته، زلیخا چو گشت از می عشق مست به دامان یوسف در آویخته است. روایت حکایت یوسف و زلیخا روایت از جانب زن داره روایت میشه، یعنی نقش اصلی رو تو این روایت حکایت یوسف و زلیخا که سعدی داره میکنه، زن داره نقش اول رو بازی میکنه. به قول سینمایی‌ها زلیخا چو گشت از می عشق مست به دامان یوسف در آویخته است. چنان دیو شهوت رضا داده بود که چون گرگ در یوسف افتاده بود. بتی داشت بانوی مصر از رخام، بر او معتکف بامدادان و شام. در آن لحظه رویش ببوسید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. غم‌آلوده یوسف به کنجی نشست، به سر بر ز نفس ستمکاره دست. به سر بر زلیخا 2 دستش درسته؟ زلیخا 2 دستش ببوسید و پای که ای سست پیمان سرکش درآی. تا همینجا توی اون کار بهزاد دیده میشه. حالا حکایت قبلی یه حکایت مردانه است. یکی متفق بود بر منکری. معمولا حکایت‌های حکمی حکایت‌های مردانه. نقش اصلی هم تو حکایت قبلی یه مردها دارن بازی میکنن. یه حکایت مردانه است. حکایت بعدی یه حکایت زنانه است تقریبا. اینه که دارم میگم یه تعبیل من از این کار. حالا ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه. من اینا میگم ممکنه بعضیا چون اینو شنیدم، بعضیا میگن نه آقا این مثلا این چیزایی که میگین ممکنه 1000 تا چیز دیگه هم باشه. خب آره ممکنه 1000 تا چیز دیگه هم باشه. این یکی از اون 1000 تاست. حالا چرا بهزاد از حکایت قبلی 2 تا بیت وارد کارش کرده؟ توی این کار همونجوری که ما داریم میبینیم یه نقش اساسی که توی این کار به چشم میخوره نقش مردان زنانه است. یعنی یه یوسف داریم، یه زلیخا داریم، یه عاشق داریم، یه معشوق داریم. اگه ما فقط به نوشتار فکر کنیم، الان اصلا کلا به چیزای دیگه نگاه نکنیم، فقط به نوشتار و طرز چینش این نوشتار توی کار نگاه کنیم، می‌بینیم که این قسمت بالا، اون 2 بیت بالا گفتیم از حکایتی گرفته شده که یک حکایت حکمی و مردانه است. نقش اولم تو اون حکایت مرد بازی می‌کنه. این بالا نقش حکایت مردانه است. پایین گفتیم نقش زن شروع میشه، یعنی از این قسمت که من نوشتم زن مرد، اینجا این زلیخاست، این یوسفه. این همون قسمت قرارگیری خود تصویر اصلی یوسف و زلیخاست. پایین این 6 تا بیتی که این وسط و این پایین چیده شده ابیات زنانه است، یعنی از قول زلیخا، یعنی زلیخا داره نقش اصلی رو اونجا بازی میکنه. بالا ابیات مردانه است. میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که چون ما میدونیم در اساطیر و حتی در متون عرفانی خود ما از آسمان به مرد نام برده شده و از زمین به زن. یعنی مثلا یه جایی میگه هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. هست هر جزوی ز عالم جفتخواه، راست همچون کهربا و برگ کاه. آسمان گوید زمین را مرحبا، با تو همچون آهن و آهنربا. آسمان مرد و زمین زن در خرد، چرخ آن انداخت این میپرورد. این تو اساطیر هم هست. یعنی کلا نقش زمین یه نقش زنانه است، نقش زایندگی داره. زمین کلا نقش باروری و زایندگی و اینجوری داره. آسمان نقش بارور کنندگی داره، یعنی بارانی که میباره از بالا. به لحاظ اساطیری اینم هست. ما تو مجسمه‌های مختلفی هم که از دوران باستان
هست، این نقش دوگانه رو کاملا اونجا میبینیم. حالا ما اگه تو این قسمت بالا رو، حالا من برگردم به تصویر اصلی، تو تصویر اصلی که البته رنگاش خوب باز نیافتاده اینجا، این بالا ما توی فضای گرم این تصویر ما یه لکه های سردی رو میبینیم که شاید یه جایی به نظرمون باشه برسه که خوب ننشسته تو کار. مثلا توی این فضای گرم مثلا زرد و نارنجی و قرمز، یهو مثلا یه لکه آبی بادگیر رو اینجا داریم، یه لکه آبی اینجا داریم، یه رواقه. مثلا توی این تسهیب و این کنگره ها مثلا یه آبیایی داریم. اگه ما این آبیای بالا رو نشانه آسمان بگیریم که بهزاد میخواسته اشاره‌ای به آسمان داشته باشه، حالا نخواسته آسمان رو تو بک‌گراند تصویر کنه، میخواسته همه چیزو که حالا ما بعداً باز به اینم میرسیم که فکر کنم یه خورده دارم کش زیادی داره طول میکشه، نه؟ آره من زودتر چیز میکنم. آره دقیقاً. اگه ما این نقش اینو بپذیریم که بالای این بنا رو بهزاد به لحاظ نمادین و خیلی رمز پردازانه بالا رو داره آسمان نشان میده، پایین رو زمین داره نشون میده با این رنگ اوکش و فلان، ما میتونیم این چینش نوشتاری رو توی این نقش چینش نوشتار رو توی کارش هم به لحاظ همین به لحاظ اسطوره‌ای هم ما ببینیم که از پایین. حالا یه نکته دیگه هم که اینجا داستان یوسف و زلیخا آمده است که کشمکش میان آنها در درونی ترین اتاق اتفاق میافتد، یعنی تو اتاق هفتم، تو بطن هفتم اتفاق میفته و این کشمکش نیز بر اساس حرکت زن به سوی مرد است. جیم در نقاشی ایرانی معمولاً به دلیل نبود ژرفانمایی یا همون پرسپکتیو دورترین و درونی ترین جاها به بالاترین نقاط زمین یا بنا در کادر نقاشی انتقال پیدا می کند. این مسائل را وقتی در کنار موارد دیگری همچون زنانه بودن ابیات ابتدایی حکایت یوسف و زلیخا و مردانه بودن ابیات حکایت پیشین از بوستان سعدی قرار دهیم، در میابیم که بهزاد به خوبی به این نتیجه رسیده بوده است که برای آن که حرکت زن به سوی مرد، یعنی اینجا زن به سوی مرد حرکت کرده، حرکت زن به سوی مرد را حتی در نوشتار این نقاشی نیز متجسم کند، باید از ابیات انتهایی حکایت پیشین که جنبه حکمی و مردانه دارند وام بگیرد. او این ابیات، یعنی این دو بیت بالایی را طوری در صفحه نقاشیش چیده است که اولا در مقام صفحه آرا هیچ خللی در خوانش کتاب وارد نشود، یعنی به بوستان سعدی لطمی وارد نشه. ثانیا در مقام نقاش برعکس خوانده شدن ابیات، یعنی وقتی ما نقاشی رو میخونیم این ابیات دیگه از پایین به بالا خونده میشن، چون راه پله ها ما رو وادار میکنن که ابیات رو برعکس بخونیم. برعکس خوانده شدن ابیات به محتوای نقاشی بیفزاید. و ثالثا در چینش ابیات نقش دوگانه مرد زن به منزله یوسف زلیخا همخوان با نقش دوگانه و اساطیری آسمان زمین به منزله بالای اثر پایین اثر را به رخ مخاطب بکشاند. پس این حرکت، یعنی یورش زلیخا به سمت یوسف رو ما می‌بینیم با ظریف‌ترین ترفندها این تو نوشتار هم داره نشون میده، تو معماری هم داره نشون میده. و حالا از نوشتار که بگذاریم بپردازیم به خود یوسف و زلیخا. توی یوسف و زلیخا رو اینجا شاید اگه ما هر کدوم بخوایم داستان یوسف و زلیخا رو تصویر کنیم، یه یوسف بزرگ میکشیم وسط کار، یه زلیخا هم بزرگ هم میکشیم، زیاد به فضا و فضایی که اینا رو احاطه کرده در اهمیت نمیدیم. همونجوری که گفتیم بهزاد کسیه که مکان اتفاق رویدادها هم به اندازه خود رویدادها و به اندازه خود شخصیت‌ها براش اهمیت داره، یعنی حتی تا جایی که حتی شخصیت پیدا میکنه، یعنی فضا هم شخصیت پیدا میکنه. یوسف و زلیخا اینجا تو یه گوشه‌ای از اون بالای کادر تصویر شده. ما میدونیم که رنگ سبز و قرمز مکمل هم دیگه، اینو تو نقاشی میدونیم. به لحاظ محتوایی پس اینو بهزاد خیلی خوب نشون داده. سرخ تداعی با آتش دارد، نمایشگر صفات طبیعی و جفتگرمی و خشکی است، خود مبین روح حیوانی است، فاعلی انبساطی و انعقادی.
از لحاظ زمانی همان بامداد، بهار و کودکی است. در مقابل سبز مکمل سرخ است، نمایشگر صفات متضاد و سردی و رطوبت است. سبز نماینده آب است و نفس مطمئنه با صفاتی انفعالی، انقباضی و انحلالی. از لحاظ زمانی همان شامگاه، خزان و پختگی است. یه دو بیتی صادقی بیت که افشار داره توی قانون الصور، اونجا این مکملا رو خیلی خوب توضیح داده. توی این دو بیتی میگه به رنگ آمیز چون گردی هوسناک، بباید رنگ‌های شسته پاک. بنه گر بیش خواهی ساخت ور کم، بنه گر بیش خواهی ساخت ور کم، دو رنگ عاشق و معشوق با هم. این همون صادقی بیت که افشار همون رنگ‌های مکمل رو که ما امروزه مثلا تو نقاشی میگیم مثلا زرد مکمل بنفشه، قرمز مکمل سبز، آبی مکمل نارنجی، اینو با تعابیر عاشق و معشوق اصطلاحاً گفته، دو رنگ عاشق و معشوق. اینجا نکته جالب اینه که این دو رنگ عاشق و معشوق رو با یوسف و زلیخا که باز خودشون عاشق و معشوق هم هستن، اینو خیلی خوب بهزاد داره نشون میده. توی حالا چینش این فیگورای اصلی که یوسف و زلیخا باشن، من تو کارهای بهزاد یه چیزی که خیلی چشمگیر دیدم تو کاراش، نقش دستاست. اصلا بهزاد عجیب با دستا بازی میکنه. یعنی حالا شاید توی این کار مثلا فیگورای کمتری، شخصیتای کمتری نقش بازی کنن. تو کارهای پر فیگورش اصلا دستا نمیتونیم مثلا دو تا دست پیدا کنیم که یه کار رو انجام میدن. هر دستی میبینی یه کار مشغول یه کاری هست. تو ساختن کارخانه حالا میرسیم. نقش دستا رو توی این کار اگه ما دقت بکنیم که مثلا قرارگیری، ببینید دستای یوسف و دستای زلیخا رو با هم مقایسه بکنید. طرز قرارگیری دستای یوسف با دستای زلیخا درست شبیه همن، یعنی انگار تکرار هم دیگه هم. منتها اون داره یه کاری انجام میده، این داره یه کاری انجام میده. زلیخا با دست راستش دست چپ یوسف رو گرفته، انگار یوسف هم با دست راستش یه چیز دیگه، یه چنگ انداخته، یه جای دیگه رو گرفته. این بازی با دستا جالبه. جلال ستاری توی کتابی میگه که عشق و نبوت عین یکدیگرن. درباره همین یوسف و زلیخا میگه عشق و نبوت عین یکدیگرن. جمال مظهر قداست است و به هیچ وجه اتفاقی نیست که روایت اسلامی همواره بر خصلت استثنایی زیبایی یوسف تاکید و اصرار ورزیده است. فخر رازی می‌نویسد وقتی که از کوچه‌های مصر می‌گذشت، پرتوی چهرهش بر دیوار می‌افتاد آنچنان که خورشید آسمان را روشن کند. زیبایی شگفت‌انگیز منظم به پاکدامنی و تقوای نمونه ذات و جوهر نبوت است. ممکن نیست بر پیامبر شوریده‌وار شیفته نشد، اما نمیتوان فریفتش. پیامبر فریبنده طاهر و معصوم است. حالا اگرچه ستاری در توجیه زمینی بودن عشق زلیخا، چون اصرار زیادی دارن پژوهشگرا در مورد این داستان که میگن عشق یوسف و زلیخا یه عشق کاملا زمینی بوده، یعنی زلیخا کاملا از سر هوس دیگه چنگ انداخته به دامن یوسف، دیگه نمیتونیم تعبیر عرفانی بکنیم که. ولی اگه ما میگن در عشق زمینی بودن عشق زلیخا، میگن در نفس عشق زلیخا برخلاف مثلا عشق لیلی و مجنون نمیتونیم هیچ حالت مثلا حقیقی مجازی قائل بشیم و کاملا زمینی هست عشق این دو نفر، ولی کافیه فقط به دسته این دو نفر ما توجه بکنیم. من خودم وقتی نگاه میکنم به دسته این دوتا و اون حالت افتاده و نزار زلیخا، با خودم احساس کردم که این حالت زلیخا انگار نقاش هنرمند توی این اثر داره یک بخشی، اگه نگیم حالا همش که نه، یک بخشی از حقیقت رو میده به زلیخا.
یعنی انگار که مثلا زلیخا اینجا ما زلیخا رو با اون حالت افتاده و ملتمسانش فکر نمی‌کنیم داره کسی که داره مرتکب گناهی انجام میشه. احساس میکنیم که این آدم چنگ آویخته به یوسف، همونجوری که ما دستاش هم درست داریم نگاه میکنیم، طرز قرارگیری دستای یوسف هم درست شبیه قرارگیری دستای خود زلیخا، درست شبیه قرارگیری دستای خود یوسفه. میتونیم این شباهت قرارگیری دستا رو یه جوری با این سخن عرفانی مثلا توجیه بکنیم، میگن المجاز قنطرة الحقیقه، یعنی عشق مجازی پلیس به سوی عشق حقیقی. یعنی یه جوری اینو تفسیر بکنیم که زلیخا داره در واقع از این حالت تکرار شوندگی دستا میره به یه سمت بالاتری، به یه چیز دیگه چنگ آویخته. همون جوری که ما اینجا دست یوسف هم اگه نگاه کنیم به این چفت دره، یعنی چفت در رو گرفته داره باز میکنه. اونجا هم و حتی ادامه این امتداد این حرکت که این بیت شعره که میگه نیاسایی از جانب هیچ کس، برو جانب حق نگهدار و بس. یعنی داره اینا رو کلا هدایت میکنه، همه اینا رو به خارج از این کادر یه عالم بالایی داره هدایت میکنه که این حالا بازیه که بهزاد با نوشتار معماری رو درست. آره درست درست 100%. آره حالا اینو توی حالا یه تجزیه تحلیل فرمالیستی، یه تجزیه تحلیل هندسی هم کردیم روی این کار که این مسائل اونجا هم خودش رو بهتر نشون بده. یعنی ما خیلی هم توی هفرود صحبت نکنیم، مثلا تعویلای خیلی محتوایی هم نگیم، تو خود کار به لحاظ هندسی خیلی تقسیم بندی های منطقی هم اگه ما اینا چیز کنیم اینو نشون میده. تو کار بهزاد معمولا همیشه یه خط مورب هست. حالا ما تو کار بعدی سریعتر میگم که به اونم برسیم. تو کار بعدی هم ما میبینیم که این خط مورب خیلی مهمه. یعنی این خط مورب تو تقسیم بندی هندسی نقش اصلی رو ایفا میکنه. با تکرار این خط مورب ما میتونیم به کل اون تقسیم بندی هندسی و ترکیب بندیش برسیم. الان ما اگه روی دستا قرارگیری دستا ما یه خطی بکشیم، یه خط موربی به وجود میاد که این خط مورب یه جایی کادر رو قطع میکنه، این کادر بالا رو اینجا قطع میکنه. بعد اگر ما اینو قطر قرار بدیم، این مربع رو از توش در بیاریم و وقتی که مربع از توش در اومد قطر مقابلش هم بکشیم، یعنی این قطر رو حالا بکشیم بیاد اینجا